امروز لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر الهه با قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش سوبیکت‌های خواجگیدار در جلسه نوبتی مجلس بررسی شد و ضرورت از آن برمیاد که پیوسته جناب ولی پرزیدنت کشور در فورم ها در واخوری با صاحبکاران تاکید میکنند که ما باید سنجش های بی اساسی فعالیت سوبیکت های خواجگیدار خاتمه دهیم. یعنی باید سوبیکت خواجگیدار بیشتر با فعالیت اساسی خود مشغول باشد و باید که با سنجش های بی اساس راه داده نشود. در قسم دیگری تغییرات ها آورده شده است که در کدام حالت مقام های سنجشاتی می توانند که غیر نقشه فعالیت آنها را سنجش کنند و این حالت ها انیقند و فقط با گوییم که اجازت راهبری مقامات سنجشی این عمل برآورده می شود. از طرف دیگر اکنون در سطح حکومت یک مقامات هماهنگسازی فعالیت سنجشی تشکیل کرده می شود که علاقه یک سال پیش باید که روی خط سنجش ها یا شماره سنجش هایی که نسبت این سوبیکت خواجگیدار می شود معین کرده شود و باید که مقامات سنجشی از این روی خط یا از این شماره بیرون نبرایند و مقامات در حالت ضرورتی سنجش های لواگی باید مقام هماهنگساز آن را تصدیق نماید. یعنی خود سرانه رفته فعالیت این سوبیکت خواجگیدار را سنجیدن علاقه باید که از بین رود.